Hi everyone, hope you're doing well. I'm Marjan Zamani and I'm here to help you learn English. سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. من مرجان زمانی هستم و اینجام تا بتونم بهتون کمک بکنم زبان انگلیسی رو راحت تر یاد بگیرید. اگر که دارین ویدیوهای ما رو از طریق کانال یوتیوبمون تماشا میکنید باید بدونید که نمونه درس ها رو شما الان دارین نگاه میکنید و برای اینکه دسترسی کامل داشته باشید به دوره های آموزشی ما باید وارد وبسایت ما بشین با آدرس englishdownload.ir که بتونید دوره مورد نیاز خودتون رو تهیه بکنید. علاوه بر کانال یوتیوب و وبسایت ما، پیج اینستاگرام ما رو هم فراموش نکنید. میخوایم روی درس 5 از کتاب Headway Beginner با هم کار بکنیم. بریم ببینیم که چه مطالبی رو قرار با هم یاد بگیریم. Look at the title of the unit. به اسم درسمون نگاه بکنید. Things I like. یعنی چیزهایی که من دوست دارم. بنابراین میخوایم راجع به چیزهایی که دوست داریم و یا دوست نداریم حرف بزنیم. برای این کار باید از گرامر present simple استفاده کنیم. Present simple یعنی حال ساده. حال ساده رو چه زمانی استفاده میکنیم؟ با هم دیگه راجبش حرف میزنیم. در قسمت vocabulary یا لغات این درس language and nationalities رو خواهیم داشت. languages به معنی زبان ها and nationalities به معنی ملیت ها. و در ادامه adjectives plus noun صفات به اضافه اسم ها که از لحاظ گرامری بررسیش خواهیم کرد. در قسمت everyday English numbers and prices رو داریم. اعداد و قیمت ها و مثل تمام درسایی که تا الان کار کردیم تمرینات بیشتری در بخش reading و listening خواهیم داشت. حالا برای اینکه ذهنمون آماده تر بشه که مطالب این درس رو بتونیم بهتر یاد بگیریم یک تسکی رو ازتون میخوام که حتما انجام بدید. Write the names of 2 countries, 2 foods, 2 drinks and 2 sports you like. لطفاً یه برگه بردارید و اسم 2 کشور، 2 غذا، 2 نوشیدنی و 2 ورزشی رو که دوست دارین وارد اون لیست بکنید. بعد از اینکه لیست رو تهیه کردین work with a partner یعنی با یکی از دوستاتون با هم دیگه کار بکنید and compare خیلی خیلی کلمه مهمیه یعنی مقایسه کردن و لیستاتون رو با هم مقایسه بکنید. میتونید از دوستتون خواهش بکنید از یکی از اعضای خانواده‌تون خواهش بکنید که این کار رو با شما انجام بده. لیست رو نگه دارین چون در ادامه درس قراره راجع به اون لیست تمرین سپیکینگ داشته باشیم. Okay. Page 42 and 43. در بخش اول از درس 5 صفحات 42 و 43 کتاب رو خواهیم داشت که شما قراره توی درس در واقع صفحه 42 یک لیستی رو یاد بگیرید مربوط به اسمها از حالا دسته‌بندی های مختلف مثل ورزش، مثل غذا، مثل نوشیدنی ها که یادگیری این کلمه ها میتونه بهتون کمک بکنه خیلی راحت تر راجع به چیزایی که دوست دارین یا ندارین صحبت بکنید. گرامر این بخش رو خواهیم داشت که جمله بندی و طریقه پرسیدن سوال رو یاد خواهید گرفت و تمرین سپیکینگ رو هم در ادامه خواهیم داشت. Okay everyone, let's get started. بریم که شروع کنیم. در بخش اول شما یک باکسی رو دارین از کلمه های مختلفی که مربوط به این تصاویر هستش. Number 1 to 16. Pause the video and match the words with the pictures. لطفاً ویدیو رو پاز بکنید و سعی کنید کلمه ها رو با عکس ها مچ بکنید. من مطمئنم که خیلی از این کلمه ها رو قبلا دیدین و میدونید چه معنی داره. بنابراین به خودتون اجازه بدین که بک‌گراند نالجی که دارین فعال بشه، اکتیویت بشه و بتونید توی این قسمت یادتون بیارین که هر کلمه‌ای چه معنی میده. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین برگردین که با هم روی کلمه ها کار بکنیم. Okay? Okay. Number 1. Golf. Number 2. Baseball. Number 3.
tennis. 4 swimming. 5 tomatoes. تفاوت American English و British English رو اینجا داریم. در American English ما میگیم tomatoes ولی در British English میگیم tomatoes. 6 chicken. 7 strawberries. 8 crisps. 9 Italian food. 10 chocolate. I love chocolate. واقعا شکلات یکی از چیزاییه که من هیچ وقت بهش نمیتونم نه بگم. I love chocolate. 11 tea. چای هستش. and 12 coffee که خیلی خیلی دوست دارم. حتی همین الانم کافی خوردم قبل اینکه ویدیو رو بگیرم و I drink coffee every day. I love coffee. عاشق قهوه. 13 beer. 14 wine. 15 water. American English. In American English we say water. In British English we say water. And 16 milkshake. Okay. حالا الان listen and repeat. لطفاً گوش بدین و تکرار بکنید بعد از CD. 5.1 Sports, Food and Drinks. 1. Golf. 2. Baseball. 3. Tennis. 4. Swimming. 5. Tomatoes. 6. Chicken. 7. Strawberries. 8. Crisps. 9. Italian food. 10. Chocolate. 11. Tea. 12. Coffee. 13. Beer. 14. Wine. 15. Water. 16. Milkshake. علاوه بر این که معنی کلمه ها رو خیلی بهشون دقت بکنین، حتما دیکتهشون هم تمرین بکنین. حتی میتونید با سوال how do you spell که توی درس قبلی داشتیم هم اینا رو تمرین کنین. برای مثال how do you spell golf? G-O-L-F. How do you spell tennis? T-E-N-N-I-S. پس این تمرین رو هم داشته باشین و بعد میریم سراغ قسمت بعدی که قراره راجع به لایکس و دیسلایکس صحبت کنیم. یعنی توی جمله هامون چطوری بگیم چه چیزی رو دوست داریم و چه چیزی رو دوست نداریم. دقت بکنین به عکس‌ها. قبل از اینکه گرامر رو بهتون توضیح بدم گوش بدین به این آدمایی که توی عکس‌ها هستن و ببینین که چطوری دارن احساس خودشون رو بیان میکنن نسبت به چیزهای مختلف. اوکی؟ So listen carefully. 5.2 Things I like. I like chocolate. I like baseball. 5.3 Things I don't like. I don't like tomatoes. I don't like football. دقت کردین که چه جمله رو استفاده کردن؟ I like برای دوست داشتن، من دوست دارم، و جمله منفی وقتی میخوام بگم دوست ندارم میگم I don't like. در واقع don't که میاد توی جمله رو منفی میکنه. I like chocolate. من شکلات دوست دارم. I like baseball. من بیسبال رو دوست دارم.
I don't like tomatoes. من گوجه دوست ندارم. I don't like football. من فوتبال دوست ندارم که توی بخش grammar spot شما میتونین گرامرش رو ببینید. Don't در واقع شکل کوتاه do not هستش که به این صورت نوشته میشه. برای تمرین بیشتر این سوال رو ببینید. Say 3 things you like and 3 things you don't. You don't like from pictures 1 to 16 on page 42. تمام عکسایی که الان با هم دیگه اسمشون رو تمرین کردیم لطفاً برگردید و ببینید که کدوما رو دوست دارین کدوما رو دوست ندارین. حالا توی این قسمت ازتون خواسته که 3 تا چیز رو همزمان بیان بکنید. ببینید برای مثال I like tea, strawberries and swimming. من چای دوست دارم، strawberries دوست دارم و swimming رو دوست دارم. در واقع توت فرنگی و شنا رو دوست دارم. دقت بکنید وقتی دارین میگین I like بین کلماتتون از and میتونین استفاده کنین، یعنی چای، توت فرنگی و شنا. اما اگر چیزی رو دوست نداشته باشین I don't like beer, tomatoes or baseball. من آبجو، در واقع گوجه فرنگی و بیسبال رو دوست ندارم. بینش از or استفاده میکنین. نه اینا رو دوست دارم، نه مثلا بیسبال رو دوست دارم، نه گوجه فرنگی رو دوست دارم. این نکته رو بهش دقت بکنید. جمله های مختلف بسازید و بارها و بارها جمله هاتون رو بلند بلند تکرار بکنید. بعد از تمرین این بخش و وارد کردن تمام نکاتی که بهتون گفتم توی جزوتون بیاین که ادامه ویدیو رو داشته باشیم. Question 5. Listen to Dexter. Complete the text. Dexter این پسریه که توی عکس دارین میبینید و داره راجع به ورزش هایی که دوست داره یا دوست نداره، غذاها و نوشیدنی هایی که دوست داره یا نداره صحبت میکنه. Sports, food and drink. ما باید گوش بدیم به دکستر و سعی بکنیم که جمله ها رو کامل بکنیم. Number 1 to 10. قبل از اینکه گوش بدین حتما متن رو چند بار خودتون با دقت بخونید که ذهنتون آماده باشه که راحت تر بتونین جمله ها رو کامل بکنید وقتی که دارین به دکستر گوش میدین. 2 بار براتون لیسنینگ رو پخش میکنم. دفعه اول جواب ها رو بهتون نشون نمیدم، اما دفعه دوم میتونید جواب ها رو ببینید و چک بکنید با ویدیو. پس فراموش نکنید که اول خودتون متن رو بخونید، بار اول هم سعی کنید خودتون کامل بکنید و بعد چک کنید با ویدیو. So let's listen. 5.4 Dexter. What do I like? I like sports a lot, but not all sports. I like baseball. My daddy likes baseball too. We play baseball on Sunday mornings. I like tennis too. I have lessons at the weekend with my sister. Oh, and I love swimming. I don't like golf, but my daddy loves it. And food and drink, what do I like? Well, I like ice cream and crisps. I like Italian food a lot, but I don't like chicken. And I really don't like tomatoes. Yuck. I like milkshake. I really love strawberry milkshake. It's delicious. 5.4 Dexter. What do I like? I like sports a lot, but not all sports. I like baseball. My daddy likes baseball too. We play baseball on Sunday mornings. I like tennis too. I have lessons at the weekend with my sister. Oh, and I love swimming. I don't like golf, but my daddy loves it. And food and drink, what do I like? Well, I like ice cream and crisps. I like Italian food a lot, but I don't like chicken. And I really don't like tomatoes. Yuck. I like milkshake. I really love strawberry milkshake. It's delicious. Okay, so number 1, sports.
Number 2, baseball. 3, tennis. 4, swimming. 5, ice cream. 6, crisps. 7, Italian. 8, chicken. 9, tomatoes. And 10, strawberry milkshake. اوکی. حالا توی بخش گرامر میخوایم یاد بگیریم که چطوری باید سوال بپرسیم. ببینید برای سوال پرسیدن ما حتما باید از do you like استفاده کنیم. یعنی میخوایم بپرسیم که آیا تو دوست داری چیزی رو. Do you like همیشه هست و بعد از do you like هر اسمی که خواستین در موردش سوال بپرسین و قرار میدین. Do you like golf? Do you like tennis? Do you like chicken? Do you like swimming? اوکی؟ و اگه جوابتون بله هست باید بگین yes I do. اگه جوابتون خیر هست میگین no I don't. yes I do. حواستون باشه چون سوالو با do دارین میپرسین با همون do هم باید در جواب بگین yes I do. اگر که دوست ندارین no I don't. اوکی؟ خیلی ساده است. Question 7. Work with a partner, ask and answer about sports, food and drinks. گفته که حالا با پارتنرتون با همدیگه تمرین داشته باشین در مورد sports, food و drinks که تا الان یاد گرفتین از هم سوال بپرسین. اگر خودتون هستین و تنهایین از خودتون سوال بپرسین و جواب بدین. اول برای تمرین بیشتر هم میتونین سوالا رو توی جزوه‌تون وارد کنید. برای مثال do you like golf? Yes I do or no I don't. Do you like baseball? No I don't but I like tennis. But به معنی اماست. یعنی شما میگی برای مثال من بیسبال دوست دارم ولی تنیس دوست ندارم. یا اینجا برعکسشو داره میگه Do you like baseball? No I don't. بیسبال دوست ندارم but I like tennis. اما تنیس رو دوست دارم. اوکی؟ بعد از اینکه تمرین این بخش رو انجام دادین یک تمرین دیگه ای داریم مربوط به دکستر و خواهر کوچیکترش. سوالش رو ببینید. Dexter has a little sister Daisy. دکستر یه خواهر کوچیک داره به اسم دیزی. Listen to them. بهشون گوش بده. What do they like? چی دوست دارن؟ What don't they like? What do they say? Write the adjectives. اونا چی میگن؟ صفتها رو بنویس. اول از همه دقت بکنین که دیزی و دکستر قراره که راجع به آیس کریم، چاکلت، میلکشیک، تومیتوز، تنیس و بیسبال صحبت بکنن که در واقع به ترتیب هم برای شما نوشته شده. اگر اون آیتم رو دوست دارن، برای مثال اگر آیس کریم رو دوست دارن من باید تیک بزنم. اگر دوست ندارن باید کراس رو قرار بدم. و علاوه بر این که مشخص میکنم چی دوست دارن و ندارن باید صفتی رو که استفاده میکنن برای توصیف اون آیتم رو هم بنویسن. دقت بکنین ما اینجا صفتهای خیلی کاربردی رو میتونیم ببینیم. اولین صفت disgusting هست. disgusting مربوط میشه به چیزی که خوب نباشه، شما دوستش ندارین، به زبان عامیانه حال به هم زنه و اصلا شما دوستش ندارین. برای توصیف اون میتونین از این صفت استفاده کنید. boring. اگه چیزی boring باشه یعنی اینکه کسل کننده است، خسته کننده است و شما دوستش ندارین. صفت بعدیمون delicious. مطمئنم که خیلی جاها شنیدین این صفت رو، یعنی خوشمزه. صفت بعدیمون fantastic چیزی هستش که عالی، خارق‌العاده است، محشره و دوستش دارید. great قبلا داشتیم به معنی عالی. و صفت بعدیمون هست horrible باز هم میشه خیلی بد، چیزی که وحشتناکه، اصلا خیلی بده، افتضاحه و دوستش ندارید. cool زمانی که از صفت cool استفاده میکنین باز هم دارین اشاره میکنین به چیزی که خوب، معرکه است، به زبان عامیانه خفنه و
مورد علاقه شماست. صفت بعدی هم exciting. exciting به معنی هیجان انگیزه. مثلا مثل یه بازی فوتبال که میتونه برای شما هیجان انگیز باشه. پس بریم گوش بدیم به هر دوی این دوتا، یعنی به این دو نفر، و ببینیم که چی دوست دارن و چطور دارن اون رو توصیف میکنن. ما یک بار گوش میدیم، ولی اگر نیاز داشتین خودتون بیشتر گوش بکنین حتما میتونین این کار رو انجام بدین. اوکی؟ 5.6 Dexter and Daisy. Dexter and Daisy, your brother and sister. Do you like the same things? Well, I sometimes don't like Dexter when he's horrible to me. Well, he is your big brother. Yeah, but we both really like ice cream. It's great. Yeah, What else do you like? well, we both like chocolate. I love chocolate. Chocolate is delicious, especially chocolate milkshake. Yeah, we both like milkshake. It's fantastic. So, what don't you like? Well, we definitely don't like tomatoes, do we, Daisy? Tomatoes are horrible. Yuck! I hate tomatoes. They're disgusting. Do you both like sports? Yes, we do. We like tennis. We play on Saturday mornings. Yes, we like tennis a lot. It's really exciting. And I love baseball, and Daddy loves it too. It's really cool. Do you like baseball, Daisy? No, I don't. Baseball is boring. خب دیزی و دکستر برای توصیف آیس کریم از صفت great استفاده کردن. Ice cream is great. Chocolate is delicious. Milkshake is fantastic. Tomatoes are horrible. Tomatoes are disgusting. Tennis is exciting. Baseball is cool. که در واقع دکستر گفته چون دکستر دوست داره بیسبال رو، و دیزی گفت بیسبال is boring. بیسبال کسل کننده است و دوستش نداره. خب حالا ما یه نگاهی بکنیم به گرامری که تا الان یاد گرفتیم. برای فاعل های I, you, we, they فعل لایکمون گفتیم تغییری نمیکنه و ساده توی جمله قرار میگیره. I like chocolate, you like chocolate, we like chocolate, they like chocolate. پس اگر بخوام بگم شما شکلات دوست داری، میگم you like chocolate. ما شکلات دوست داریم، we like chocolate. آنها شکلات دوست دارن، they like chocolate. اگر هم منفی بخوایم بگیم فقط نیازه که قبل از like don't اضافه کنیم. I don't like golf, you don't like golf, we don't like golf, they don't like golf. برای سوال هم به همین ترتیب میتونید do رو اضافه کنین قبل از فاعل ها و بگین what do you like, what do they like. اگر میخوایم بپرسین چه چیزی رو دوست داره. ولی برای yes no question فقط do رو استفاده میکنین. Do you like baseball? Do they like chocolate? و short answers yes I do, yes we do, yes. بریم سراغ ویدیو این درس. سوالش رو ببینید. Watch a video about an international food market. یعنی یک ویدیو رو تماشا بکنین در رابطه با بازار غذای بین المللی. International بین المللی، food market بازار غذا. ازتون میخوام که با در واقع توجه کامل ویدیو رو تماشا کنید و این سه تا سوال رو جواب بدید. What is the name of the market? اسم بازار چیه؟ When is it open? چه موقعی بازه؟ And number 3, do people sell food from their own countries? Sell به معنی فروختنه.
Their own countries یعنی کشورهای خودشون. وقتی که شما own رو اضافه می کنید به یک کلمه در واقع میخواین تاکید داشته باشین که اون مربوط به خود شماست و به شما تعلق داره. برای مثال وقتی من میگم my own car یعنی ماشین خودم، یا your own house یعنی خونه تو. پس داره ازتون میپرسه که آیا آدما غذا از کشورهای خودشون میفروشن یا نه. Okay, let's watch the video. This is Borough Market in South London. This food market is very old. It's lunchtime on Thursday and the market is busy. The market is only open on Thursday, Friday and Saturday. Visitors love Borough Market. It's full of delicious food and drink. There are over 100 stalls at the market. People from different countries work here. Many people sell food from their own countries. They all speak English. And they speak a lot of other languages too. Hi, my name is Mariana and I'm from Greece. My name is Aurore and I'm from France. A really French name. My name is Sofia. I'm from Portugal. My name is Magali and I'm from Mauritius. My name is Michelle and I'm from Switzerland. My name is Fabien and I'm from France. Okay. جواب سوالا رو با هم ببینیم. What is the name of the market? Borough Market. When is it open? On Thursday, پنجشنبه. Friday, جمعه. And Saturday, شنبه. Do people sell food from their own countries? Yes, they do. بریم بخش دوم ویدیو رو با هم تماشا بکنیم در رابطه با فود مارکتمون. فقط شما باید سوال متفاوتی رو این دفعه جواب بدین. سوال ازتون خواسته که اسم غذاها و نوشیدنی هایی که میشنوین توی ویدیو رو بنویسین. Write down بنویسید the names of foods and drinks you hear. Hear به معنی شنیدن هستش. اگر مطمئن نیستین راجع به دیکته کلمه ها نگران نباشین. اگه مطمئن نیستین راجع به خود کلمه ها بازم نگران نباشین. تا جایی که میتونین صداهایی که میشنوین رو بنویسید که بعد با لیست من چک کنیم. Okay? Let's watch the video. What food do you like? Do you like cheese? Michelle sells cheese from Switzerland. I really like cheese, but I dislike seafood. Fabienne sells delicious cheese from France. I love cheese and I don't like coffee. Do you eat meat? Graham is English, but he sells meat from Wales. He loves Welsh lamb the best. I really like roast lamb. I really don't like aubergines. Some people don't eat meat, but they eat a lot of fruit and vegetables.
There's fresh bread and delicious cakes and sweets at the market too. Do you like tea? The English love tea, and the best tea is from India. Ratan sells Indian tea at the market. He makes tea for all of his customers. They love it. Fabio and Robert don't like tea, but they both love coffee. They make the best coffee at the market. A delicious cup of coffee costs £2.30. Every year, over 4 million people come to Borough Market. They try delicious food from around the world, and sometimes they find new food they love. لیست خوراکی‌هایی که شنیدیم رو با هم چک کنیم. چیز به معنی پنیر، کافی قهوه، میت گوشت به صورت کلی، لم گوشت بره، بی سایلنت تلفظ نمیشه یادتون نره، اوبرژینز به معنی بادمجان، برد نان، کیکس and sweets کیک و شیرینی، تی هم به معنی چای هستش. با I like و I don't like حتما تمرین بکنید که هم کلمه ها رو در واقع براتون دوره بکنید یا اینکه سعی بکنید که سوال بپرسید. Do you like مثلا Do you like coffee? Do you like bread? و رسیدیم به انتهای بخش اول از درس 5. آفرین بهتون. با قدرت ادامه بدین. مطالبی که دارین یاد میگیرین و سعی کنین تمرین و تکرار حتما داشته باشین. اگر سوالی هم دارین فراموش نکنین که وارد وبسایت بشین و سوالاتتون رو اونجا بذارید. من سعی میکنم که سوالاتتون رو حتما جواب بدم. Okay guys, see you in the next lesson. توی درس بعدی میبینمتون. مراقب خودتون باشید. Bye everyone.